على نور. این تراوی نیست. میگه اون دو استرای خدای ناراض مانده و زله خدا پرت و بخیز و خلاص چیز پرت. و وقتی که مولوی صاحب یک رکوع و سجدهش درست کرد، مولوی صاحب تیسیز بخوان که ما برم که ریش سفید هستم. نه بیا که ریش سفید هستی، خدا خلقت کنه. برو قرار در بین خانه‌ات باش که خواندن نمیتونی. بانت یقل کسایی که برای عبادت آمدن مانع عبادت مردم دیگر آخر نشد که مثلا ریش سفید هستم حتما باید در صف اول باشم و دیگار نمانم که عبادت خدا را صحیح بکنن. اینجا یصدون عن سبیل الله میشن کسانی که در ماه مبارک رمضان مولوی ها را نمیمانن. سیدی ما خبر کلگی میره و کلگی میشنوه. شما ریش سفیدا، شما کسایی که خدا آجی میگیرین، اگر مانع میشین از خواندن تلاوت رکوع و سجده درست علما به خاطر که اشتراک نمیکنی، خوب است که در خانه‌ات نمازت بخوان، در 10 دقیقه تراویح را بخوان، اما بلیاز خدا از خدا بترس. مانع از این نشو که جوانای ما که میخوان که در 50 دقیقه و 60 دقیقه تراویح خدا بخوانن واره هم مانع عبادتش نشو. عبادت خود این قسم نیست برادر عزیز. شما حداقل نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخواین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز میخوان بین رکوع و سجده و قیام و قومیش بین قومه و بین رکوع و بین سجده و جلسه، مثلا وقتی که رکوع میکرد سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 9 مرتبه سبحان ربی العظیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگفت. این 3 مرتبه خب برای یک کپ و کپ مریض است، نه برای یک جوان قوی. یک جوان قوی باید در رکوع خود 9 مرتبه سبحان ربی العظیم بگوید. حداقل 7 مرتبه باید سبحان ربی العظیم باید بگوید. 5 مرتبه باید بگوید. 3 دفعه رو چرا ما سر خود بیخی فرض کردیم که سبحان ربی العظیم باید 3 دفعه فقط گفته شود؟ وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه به اندازه رکوع میکرد که ما میگفتیم البته شاید پیغمبر سم اشتباه کردن. وقتی که سمی الله لمن حمیده میگفت، در اینجا میگه اینقدر استاد میشد که با رکوعش فرق نمیشد. اگر 1 دقیقه رکوع میکرد در سمی الله لمن حمیده 1 دقیقه دیگه استاد میشد. اگر 3 دقیقه سجده میکرد 3 دقیقه دیگه در بین 2 سجده مینشست. اینی هست نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم. او مردم افغانستان وقتی که در ماه مبارک رمضان که شیطان ها بسته هست، دروازه های جنت باز است و خود به خاطر عبادت خداوند تخصیص دادی، دائما مطابق سنت پیغمبر نماز نخوانی، چی وقت میخوانی؟ چی وقت مطابق سنت پیغمبر نماز خواندی؟ بفرمایید. نمیجا علما بسیار تشریف دارن. آیا تراویح که در افغانستان خوانده میشه، این قسم تراویح محمد رسول الله خوانده، ابوبکر صدیق خوانده، حضرت عمر خوانده، حضرت عثمان خوانده، صحابه کرام خوندن، کی خوانده؟ بفرمایید. به این طریقه که آمده یک بدعت غلط نادرستی هست که سر دین تجارت است که باید تراویح را در 20 دقیقه و 25 و نیم ساعت خلاص بکنی. کی خوانده؟ هیچ صحابی نخوانده. به خدا نجات ما در چه وقت است؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. خداوند متعال میگه که ای محمد صلی الله علیه و سلم برای مردم بگو که اگر شما حقیقتا الله را دوست دارین، دروغ نمیگین، دروغ نمیگین. ان کنتم تحبون الله، اگر الله را حقیقتا دوست دارین، فاتبعونی، پس متابعت از ما بکنین. در چی متابعت بکنیم؟ در ماه مبارک رمضان در تراویح به این متابعت پیغمبر خدا را بکنیم. به این پرسان کنیم از علما. بگو مولوی صاحب بخیزن امیال بعد از ما عابد صاحب میخیزه، از پیشش سوال کنین. بگو ای مولوی صاحب پیغمبر خدا چه قسم نماز میخوان؟ حداقل بر ما 5 دقیقه درباره نماز پیغمبر خدا گپ بزن که دیگه وقتا شیطان ها ما را نمیمانه. حداقل در ماه رمضان که شیطان ها بسته هست ما مثل پیغمبر خدا نماز بخوانیم. خود برات گفت که پیغمبر خدا بین رکوع و بین قومیش ایستاد شدن از رکوع و بین سجده و بین شیشتن در بین 2 سجده فرق نبود. پیغمبر خدا حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگه، یک صحابی مبارک میگه ما حضرت انس گفتیم که یا انس تو خود 10 سال خدمتگار رسول خدا بودی، تو بگو پیغمبر خدا چه قسم نماز میخوان؟ گفت پرسان نکنین که باز برات. گفت که بگو ای انس. گفت که پیغمبر خدا خیس نماز شروع کرد. میگه وقتی که حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگه برای کو رفت، میگه ما فکر کرد سمع الله لمن استاد خوش برده است. چرا قتال دار؟ چه گپ است؟ ولی حضرت انس فرمود اینمی نماز پیغمبر خدا بود. یک صحابی دیگه میگه که من بیوضو بودم، در مسجد قامت گفته شد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم به نماز پیش شد. میگه من رفتم در خانه خود وضو کردم، حتی غسل کردم، بس آمدم از خانه خود. هنوز پیغمبر خدا از رکات اول خلاص نشد.
برای من ضرورت پیدا شد، خانه خود رفتم، وضو کردم، غسل کردم، پس آمدم رکعت اول هنوز از نماز پیشین خلاص نشد، دیگه وقت خوانده نمیتونیم. حداقل ببین ماه مبارک رمضان فرصت است نمازهای خود جور کنیم کم کم. و مردم سون از گپای مولای تجارتی ننین که میگه چیز بخوان که در غم جیب خود است. اگر میخواین اسوهتان اسوه رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. اگر میخوای که نجات پیدا کنی از رسول گرامی اسلام در نمازهایت پیروی بکن. حداقل بگو مولوی صاحب بلیاز خدا یک 2 رکعت نماز بیا عابد صاحب امشب ما میشینیم 2 رکعت نماز برای ما تراویح بتیم مطابق طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حداقل در روز آخرت بخیزیم بگویم که رسول خدا در کل عمر خود 2 رکعت نماز مطابق طریقه تو خواندیم. تو نشه که پیغمبر خدا بر ما بگه که 4 رکعت نماز خواندی، اونجا که سعی کنی 2.5 میلیون رکعت نماز خوانیم، برش بگه که 1 رکعت تا مثل ماور نیست. چی نه نماز خواندی بدل خود خواندی. بنابراین وقتی که روزه میگیریم ماه مبارک رمضان ماه اصلاحات است، به نمازهای خود جور بکنیم. سر از امروز تصمیم بگیرین که من نمازها مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخوانم. میگیرین یا نه؟ تعهد میگیرین ان شاء الله که نمازها رو چی میکنیم؟ مطابق طریقه کی میخوانیم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این است که نماز ما مؤثر میشه.